مسئله اخیرانی که صحبت میکنیم، نقطه اخیران از درس امروزه در باب نماز، این حکمی تارک الصلاه، حکمی ترک کننده نماز که در این مورد ما صحبت ها بسیار کرده هستیم. میتونه با مفصل بیان نماییم که ما موافق همین کتاب چیزی که در این کتاب ذکر شده است از این کتاب برای شما ترجمه کرده بیان می‌نماییم. میفرماید که من ترک الصلاه جاحدا لوجوبه و کافر مرتد، اگر هر کس که نماز رو انکار نماید پس وی کافر مرتد میشود. لانه مکذب لله و لرسوله، چون که وی تکذیب کرده است الله و رسول الله را و تمام علما را. پس کسی که نماز ترک کند و منکری واجب آن باشد او کافر و مرتد میشود، حساب داده میشود، چون که او نشانه های تکذیب کننده دروغ شمردن الله و پیامبر الله و اجماع علما میباشد. اما اگر کسی از روی بی‌پروایی و تنبلی نماز ترک کند پس عقیده درست‌تر و مذهبی صحیح‌تر وی هم کافر میگردد اگر او نماز را تماما ترک نماید، یعنی یگام نماز نمیگذارد. چنانکه الله سبحانه و تعالی درباره مشرکین میفرماید فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکات فإخوانکم فی الدین، اگر توبه کنند و نماز را برپای دارند پس برادران شما در دین هستند. سوره توبه آیه 11. این دلالت بر آن میکند که اگر نماز را برپا ندارد پس آن مسلمان حسابیده نمیشه و برادر ما هم نیست، برادر دینی ما هم نیست. از نص این آیه و همچنین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، آن عهدی که بین ما و شماست این نماز است، اگر هر کس نماز را ترک نماید پس او کافر است. روایت ترمذی تحت رقم 2126 و نسائی در مجلد اول صفحه 231 و احمد در مجلد پنجم صفحه 346 و حاکم و غیره این را روایت کرده است. و ترمذی گفته است که این حدیث خوب است. حاکم آن را صحیح دونستند و ذهبی این را موافقت نمودند. همچنین البانی این حدیث را صحیح دونستند در کتاب صحیح و ترمذی تحت رقم 2113 و نیز حدیث دیگری که از رسول الله روایت است این بین رجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاه، امام مسلم است تحت رقم 82 در صحیح مسلم. اما اگر شخص بعضا نماز بخواند، بعضی از نمازها را بخواند، بعضی از نمازها را نخواند، یا که بعضی از نمازهای فرض را ادا نماید، نه همش را، پس ظاهر این حال این است که او کافر نیست، چون نماز را کاملا ترک نکرده است، فقط بعضی از نمازها را نمیخواند. مثلا بامداد را نمیخواند، پیشین نمیخواند، عصر را نمیخواند، شام را نمیخواند، خصوصا نمیخواند، انا همین گونه. اگرچه که در این مورد هم در بین علماها نزاع باشد، پس حدیث نیز در این باره ترک نماز رو گفته است. بارک الله فیکم. و قاعده همچنین است میفرماید در این کتاب که اصل دینی اسلام باقی ماندن است، یا که انسان را تنها با دلیل یقین از اسلام خارج میکنیم. پس کسی که با یقین ثابت شده باشد اسلام آن، به شک آن را از اسلام خارج کرده نمی شود. این است درس امروزه ما و شمایان در این مورد. این سخن اخیرانی که ما گفتیم در اینجا در شرح ممتع از ابن عثیمین مجلد 2 صفحه 24 28 ذکر و یادآوری شده است که در مسئله نماز ما مفصلا برای شمایان صحبت کرده بودیم. میتونه که بر آنجا باز بگردید. در مسئله نماز دلیل های زیاد و بیشتر ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. واسه پروردگار دست با دعا می‌برداریم، میگیم پروردگارا این عمل نیکی ما رو بپذیر و ما رو اخلاص در اعمال ما قرار بده و ما رو از جمله بندگان پرهیزگار قرار بده و توفیق بده که از جمله آن بندگان قرار بدهیم که به هر چیز شکرگزار باشیم و شکر و سپاس تو را در همه حالت در همه جا قرار بدهیم و از جمله آن بندگان باشیم که در این دنیا نیکوکار باشیم و پروردگار آن اختلافی که در بین این امت افتاده است پروردگار آن را با فضل و کرم خود با سوی حق ما را راهنمایی نما. دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما و دنیای ما را که اساس زندگی ماست آن را اصلاح نما. پروردگار آخرت ما را که بازگشت به سوی آن است اصلاح نما و زندگی را برای ما زندگی نیکو و خیر شادی با موافق طلبات شریعت بگردان و پروردگار قلب‌های ما را روشن بگردان و اختلافی که میان ما هست اصلاح نما. دلهای ما را با هم نزدیک ساز و ما را بر راه نیک و راه صلح هدایت نما و پروردگار ما را از ظلم و کفر و شرک و گناه و معصیت بدعت دور بساز. پروردگار را بر گذشتگان ما و از مسلمین رحمت بپذیر و رحمت نما و گذشتگان ما را مغفرت نما. آمین. پروردگار ما با درستی که ما با نفسهای خود ظلم و ستم بیشتر و زیاده کردیم، پروردگار ما را بیاموز. اگر تو ما را نآموزی پروردگار ما از بدرستی که از زیانکاران قرار میگیریم. پروردگار تو پاک و منزه هستی ای الله و حمد و ستایش تو را میگوییم همیشه و بر دوام و گواهی میدیم که هیچ معبود بجز تو نیست و تو سزاوار عبادت شایسته پرستش هستی و واسه تو توبه میکنیم و درود سلام به پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل اصحابش. بعد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.